میمون تصمیم میگیره با خوشگل‌ترین میمون شهر ازدواج کنه. واسه همین راه میفته میره شهر موز تا براش حلقه بخره. میمون مغازه‌دار بهش یه تیکه سنگ براق نشون میده به اسم الماس. خیلی کمیابه، خیلی با ارزشه و قیمتش 10,000 برگ. میمون شوکه میشه، میگه ولی خب بازم میخره. چند روز بعد میمون میفهمه که اون سنگ براق نه کمیابه نه با ارزش. یه غار مخفی است که پر از این سنگا، ولی یه سری میمون به اسم میمونای الماسی اون غار رو کنترل میکنن و هر سال فقط یه تعداد محدود بیرون میدن تا همه فکر کنن نایابه. به این سیستم میگن کارتل، یعنی یه مافیای گنده موزی که کل ارز و قیمت رو کنترل میکنه. الماس ارزشش بالا نمیره، میخریش با 10,000 برگ، ولی وقتی میخوای بفروشی تهش 2 موز میدن دستت. ولی بازم میمونا الماس میخرن. میدونی چرا؟ چون اون میمونای الماسی 100 ساله دارن تبلیغ میکنن که اگه عاشقشی براش الماس بخر. الماس یعنی برای همیشه دوستش داری. ولی واقعیت اینه که الماس فقط یه تیکه سنگ براقه که پشتش یه بودجه تبلیغاتی 1 میلیارد برگی خوابیده. یکم فکر کن بهش.